جلو کشت پرتیه همراه ماشین ذراتی است اینجا شگه ببانه اینجا کرخا از اینی میلیگه که میلیگه کنی پرتی دیگه دنیا طلبیدیم به مقصد نرسیدیم یا بسم الله اینجا بود چطور کن الهام پاشا چطور از بودنا بابا؟ جنگ هم نمیشه بانش این ایمار دیدی آمده پشته مرغوی سر ذراتی سبید ای کبرا دست خون که دی بابا اونا اوکی آه خلیده اینجا خلاص ما پیشش میکردم بابا باش که برات کاغذ نه صبر کاغذ برمیان باش کاغذ میکنه کاغذ داری دیگه نه آره میشورن هم جنگ میکنن خوب صحیح میشورن خوب جنگی شدن یار خوب گوشتن نگام کردن آره داره میوه سوار در تبان دوتا در تصرفه فلالی در ترولا ترولش بلند بود گوی کل قفص هم میزد من گفتم برو دادنی ده یا یارم میدم سال خوب سر گل کردم جنگ پرتاب شد خیلی جنگ کرد و میزدش از سال سه دفعه جنگ کردم و بیکی دادم بچه که سریع مرچم شکن زمستان یا رمبرا دیگه وقت نمیدونم این برگاه چه مجده کنید پرتیه از اینی چی بودن کابورن از اینی ملیگه که مجده کنید پرتی میپکن گیره دیکنه میخورن چند تا؟ یار بابا تو باکن نه جنامش چند همین که بشه رانه که اصابشان خراب است جنگ میکنم و من بودنه رو نگاه کنم یک سال دو سال کسی جنگ نپرتم یک ممدنی سه روز آورد او رک زد همین اونجا خلاص کرد گرفت که بگریزه و گرفت گفتم گریخت و قربه جنگ پرتم 10 میلیون نزده گریخته و ویدیوی عکسای بودنیت گرفته بودیم اینجا تلفن ها از بابا هست در تلفن بودنیت بسیار خوبی بود عکسش گرفتیم خب بودنه در زیر پای گم میشه بسیار بیخی کلام شده بلند بود یک برست خیلی بلند بود خوب جنس پسته داشت تروالی اصل بود خریدن پایتا و گیر کردی خوب جواد خوب پیدا بود خیلی روز می دیگه اینجا پیش بودن اینجا میشینی مانده شدی بابا مانده شدی
یا ساچو به چقدر خوبش هست نوکش یه رقم همه تو این چنگ شده همه تو یا چنگ بوده چند کدی؟ یه چنگ چه قسم چنگ میشه ای یک نمشکنه درخت است ما به نام دولانه خو از بایان آورده بچه بایانی خو مالش رو چیسته رامش خو رامش از بابیش بود خو خو بابیش برده بود در خانه بود با ما آورد خوب بچه واسه اما دلی خان خواب یک نفری بود که هم تو نامدار چی وکیل بود وکیل چارکار وکیل چوبدره خوشیران سنجدره کلی وکیل بود چهار نودن خوب یک سال کل مردم چی کردن که مردم کوبن بیاید در هوای سرک خانه پرچم قلالاش کل مردم چی کرد وکیل و وزیر ها چی کردن مرد وطنی نگاه میکردی یا کشتنی یا تو خود نمیمونم ای بابا یا خود ذراتی است این ها شگه بمانه یا سرخا جلو کشت ایوه مرغای وطنی را بر نگاه کنی وطنی است همی خب وطنی خلق نمی کنه از با وکیل ازم قصای قدیما بکو یک روز رفتیم در چی اندراب در اندراب رفتیم این سید گویر نام داشت او کتم است یک ملانایی پیدا شد یعنی گفت ملای موجود است دیگه موجود های در پولی موجود مولا سعی گفت نان در موجودم اندک عجوز گفت نان در کجا ملای موجود نیست رفت یک نان آورد این قبرش اینقدر راضی شد این ما داشت هست چی برد یک همین نان بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله سونما دید سونازی دید گفت پس کجاسته؟ از کابل از کابل خود نیستی از کجایش هستی؟ و چارکار و چارکار هم نیستی از چارکار سوته شد از سنجدره هم اینجاستیم از سنجدره کسی را میشناسید بود پرسان کنم گفت یعنی چه داری میشناسید من گفتم بنام مولا دنی ما میگم مولا سید کلانه و رازی پرسان که خوردهاش از من گفت خواه را گفت بی کلانه را از هم زیر گفت بگه از هم زیر از هم زیر بگه یزدم زیر گرفت شیرین شاه خانه فلانی خانه بستانی خانه گفت تو بالا برو گفت بی خلا شدم سر بالا برو سر بالا آمد سر خلیفه مرزا شاه و دارا شاه و غفور و فلانی و شیر افغنی بیام خلا شدم نور سر بالا این سر بالا آمد یک آمد گفتم ازم زی گفت سر بالا بیا یک گفت مسلمان خان ناصر خان مسلمان خان آمد نواب خان گفت 15 خان گفت بس گفت من با 15 خان کار از 15 خان کسی مونده گفتم بلی هم مفتون گفتم حسین 15 خان یک صد گشت این پشتم زد به شکل نمیدونم 15 خان است تو نگفتی کی دشمن بابی من این دوست بابی من یا فریدی شک تو باسی مردم را دیگه نوکاشن که سار سه دانه گرفت آورد یک دانه شهیده دو تکم برادم گفت چه گفتم بلی گفت که اینم سه تا پون میدادم این سه تا نوک من نمیدادم اینم بر تو آوردم گفت از اینه میگه
تا که در این منطقه هستی اونمو خانه ما مدلوک در اصل نوکر فقط از شام پیش خدا برسانه بعد شام نبیایی که دنیا را جور بده من گفتم ملا سید به من گفت این آدم بیعقل است بر 6 سالش کردم خودی بیعقل است ما هستیم خرکار این سودا را گرفتیم این دره تا 5 روز خلاص نکنیم پس گشت نکنیم تو جبو میدیم ما بشیم آفرین تو پیش بچیم آشرا کاکا ولا گذاشتی که بیعقل است قسم به ذات خدا که 100 نفر از پکی صغرا طرف خواب رای میکردم 100 نفر هم طرف سالن که ایمون که چقدر نمیکرد شما را پیدا نمید چرا بیعقل است هم نمید که با آمدیم از این طرف آمدیم بعد خانه این رفتیم که یک پیدا اینجا آمدیم بگه او دختر خالیم است اصلی میمان خانه شما بیرون در آورد بیرونی در آورد یک که این یاد بگیش این تو اینجا آمدیم که نگه با گفتیم بیان گفتن راست میگه کاکا بینم ما خود ما هستیم که از شام بعد که نبیایید بینم دیگران که همون ما مشغل میکنیم که اکسی رفته شب پا بود ما شب نمیاییم ما پوشیم و جمع باشم دیگه این تو مردم ها بود در دنیا خواهی در سابقات در خود سنجدره در وطن در اوجا چی رقم گپا بود چی کسا بود نه وطن دیگر نمیدو طایفه بود بیار در راه یک تای شیرین شان هم میبید یک تای ارغون خان یا هم زن بهچستان سمجان درنامه کوهستان این تو انقلاب یا آمدن اینجا بزور گرفتن این منطقه را این منطقه را که بزور گرفتن از هر سو که یاقی و باقی آمد یا جای داده رفتن زور قوتشان را زیاد کردن اینی آجی سفید یا از یه چیستن اصلشان از قندار هست بابه ما دیگه البته این شما محمد عارف پدرش یا نه پدر کلانش متولی خان محمد علی خان محمد زمان خان 3 برادرها 3 برادرها بودن یا که آمدن در وقت آخر آمدن خب خیر وای دیگه جایی نبود که آنها بتن وای در سر کاری زد آمدن شجره ما خیلی دیگه از قندار هستیم دیگه این تو مردم ها بود دیگه این همی جهر شویدن یا تبید شده بودن از قندار چه رقم؟ دشمن داشتن ده؟ دشمندار بودن کشیدشان چه رقم؟ دشمندار بودن از جا آمده اینجا یاقی و باقی کشید هر کس خدا کسید کشید آدمی قریه هایی که ما کسید کلش مزیدار فرولی گریختگی هر کس که آمده یا جای دادین هر کس آمده جای دادین یا در وقتی آخر آمدن پایان جای جر دادن خان بودن باز بسیار زمین هم خریده بودن خان بودن پیسه داشتن دیگه پیسه دار بودن خان بودن بابه شما بود محمد عارف کل ازت برباد کرد باغ شینمیان رفتیم یکی گرفته فضل آمد فلان باغ بسیم پشت سرش هم موقع جای خاره بود از راشتی ها او هم خریدار باغ است بلکه گرفته کل ازت دقیق ما قمار میدن متولی خان زیاد جای داشت میگن نوی چی کردن یک چلم شیشه‌ای داشت دیگه و من خود بودم دیگه بیادرم وزیر تاشه مرزا شاخیل آمد نمد خان سیدم چلم تدرک یک چلم دید یک روز آمد دیگر روز آورد دیگر پاورد رفتم چلم اگر پاورد دم سنگ زد تکه تکیش کرد چند تا نفر که داده داشت واقع کلانه داشت تریب خانسای چلم در خانسای چلم چند مزدیر داره گفت بزد زد تکه عبد شما میاد چلم بر چی گفت یعنی تو سر داشت گفت نگشت او خونی زهد دنیا تیز میشه نیست بدماشی هم میکرد البته دیگه تو ملا تو آدم ها بود
تو آدمای پارلمان بود که 20 سال گندم اینجا در شانه پرتاب از دانش نالی هم در پای نالی چوبی در شانه پرتاب از دانش گرفته پای داده را گندم میکنه پس یک طرف خربت اینم دیده قرش آمدن شانه پرتاب از هم شانه پای داده 20 سال گندم حال کو آینده خان؟ موضوع بندای بولاده ها را کل مور میکن موری چوبی راست کرده بود هم میگه اشتو کلیم که ایران میگه پونده خانم دیگه چون میکن همی یک روز من خودم به زیر سرک از چالکاری شد نیال میشاندیم یک ضابط آمد کتم خب رفیق من یک چند نفر گرفته رفتیم و قلعه اولامی خان میگن از اونجا نیال خریدیم آوردیم یک درک بلندی مششتیم این بچه ها میشانن که یک 3-4 تا عیت آمد که یک ملک مزرابی روش نامی ملک روش یا آمد دیگه سینما که دیدن ملک روش این آدم این بچه چی کار هست این رقمی بچه رو من دیم تو این بچه اتو آدم هست دیگه من میشنم سرک هست بچه اتو آدم هست که نقص و پر چرمی در پسش آنهایی بود یه پرتا سیلاوی در بغلش کشار تفنگش در شانهش شب و روز میگشت دولت تا قدر یک زن هم یاد نمیدون تی زن هست یا مرد بچه اون تا آدم و ما قیزم رفتم کچم پرسن کنم رفتم سن 4 کار با خود اون بچه اون تا آدم هست از همی قصه ای چیزا نکردی همی در اونجا میگن آلمستی بود و جن بود دیگه پا بود همی راستیست یا نه؟ خب یک زنک آمده بود بیوزن هستم خواه یک تا خانه بودن من بشینم یک خانه دادن همجا بودن دیگه اون وقتا گوگر نبود چقمق سنگ بود پخته را میردن چقمق سنگ میزدن آتش میدن او پخته در میگرد آتش میگرد یک خانه آتش میگرد 20 خانه از آتش میگرد خب الله گوشت میپزن وقتا ارزانی بود یک چورک، یک کنیم چورک 5 پر گوشت میپزن میامده که نصفش نیست آقا زنها را میدن آنی شما قدر گوشت میپزن ایدی چی میگه که خونه سانی گوشت شما میخوری کنن نیما کنم را که چشیده باشید کی میاره گم نمیخونه کنم بیوزن میاره آتش میگیره میره سر دیگ ترقت میکنه خوب گم بعد قرار باشید یک روز دیگه سعی میکنه که از این بمب پایان یک پشک میاره دل جیگر دادنش است جیگر دادنش است دل خونه میذاره موری تمیش این میره قرار در پشت دروازه خدا میرسانه که او دایی خانه چوشایش است که ملکه گرفته پر است یک قطالی نکا دارن هم دل جیگر تو تلتب تالی نیا میپرستن زخمی کن گفت بشدت دروازه رو زدن دست پرتاب نگرفت گرفتش آوردش سر شکل کرد یک کوچین داره کوچینشان بود یک تنگه داره تنگهشان داره ما چون 1 سال 2 سال 3 سال بیگوش کرده دیگه سرش رسیده بود نفهمید نه هر سو مردم نیامد که کی گرفت آلمستی را گرفت نیامدن فی قلعه بود که امان شام تاوله بطل و ایران میگفتم برو بهش کوچینی تا میگیزد تنگه تا اینجا آمدیم میبینم میاون یک روز شیر خاکستر را بردم رو قلمان ده بود رفت که بیان اینم تنگه را هم بته شیرم کوچینی ما آمد مردم سری بود این کنی نگرد که میزم این میفهمه ولی که سری رسیدم تا های دوایی در پسش کن خاکستر از این فرق میپرد برو کنیم مگم قسم کده که تا حیات ما فیچکم باشه از من از شما بچه وقتون زلال میرسن
ایره کی گرفته بود؟ ها؟ کی گرفته بودش؟ بابا کلانم خب. نام آقای سرور خان بود خب بابا کلانم از سرور خان 16 خان برآمد بچهش از 16 خان 15 خان از 15 خان پس سرور خان برآمد من بعد بابا کلان شناخت آقای بود اینطوری بود دیگه او آلمستی بود یا جن بود؟ ها؟ جن بود یا آلمستی؟ آلمستی جنی آلمستی بود نه من عسکری بودم ترخیص شدم رفتم در رای چی چونی در چونی آمدم دیگه یک بستره یک توشک و یک صندوق هم چوبی خریده بودم یک بک بون بک داریم صندوق هم بکس هم یکی یا در پشتم در قوله در پشتم است آمدم از سرک تیز کرد ما رنگ دارم اینجا بود محترمان آمدم که در اینجا خب خبر رفتم که آلمستی دارم همینجا آمدم استاد شدم میتونم ایسی با این سوستین خانه بریسی در آیده این دیگه این تو سر بالا او میه او جوی او ایسینش لراست که چلسه پوش خانه لراست اینجا استاد شدم گفتم والا اینجا خواه آلمستی داره اگر تو رئیس قلعه خانه برم خفتن است کلی خو مرا میشناسه میمونن دیشه کجا میمونن اینجا مون فقط بود اگر ای تو برم خونه خبر هستم که آلمسی چه زدن بیا گفتم تبکل خدا تو نروی والا گفت بگن روی بروی امان اتهامت برو من رفتم یک باغ است از این باغ آمد یک آدم است رفیق من چای هم خوردیم نان هم خوردیم بودم باغ خونه پر از این باقی که تیز شدیم که این تو بوره است بوره یا نکل آلمستی داریم یا آلمستی که آمد من پیشم که رسید این تو ترواری دیدم میاد کشال چشمه سرخ میزنه که کلمه تا پرتافتم دیگه این نمیتونی این یک چند تا سنگ چندی نه این تو سر بالا این سنگ که ایسونه ما ایسونه سنگ که این جورم این تو دست مرا بگم دستی همه تو سر بالا ای کنم حالا و این دو سر دورو یک باغ توتی دیوار کرده ایدم باغ را من پشت باغ اون سویتم جغل رسیدی که ریگو بس سعی کنم یه رخنه قراششتم خب به خانه و قریه که رسیدم دیگر هم سعی کردم رفتم ولی اگه مخیال چرا نگفته تا باز؟ نمیتونه جورست نمیتونه چی میخواست که آمد پیشت؟ چیزی نگه دک خدا ندار نمیتون بیریم همراهت گپ هم نزد؟ نه من گپ نکردم این خط رفتیم تا که باغ توتی برفت من در پشت باغ نترسیدی باز؟ نه افتو که اینطوری چی این تو جنگلا و ریگ خواب اون نمیشه پس دیدم دیگه نزدیک خانه را قلعه شیرین شاه تا که در قلعه نرفتم اونم سم در رخنه قرار شده اینم تو پوش میکرد که باش برات تیشه اون با خدا تو کمک کرد مرهوش کرد بالا رفتم در باغای خودمون که خسار بریم خانه باجه میمان بودن آمد گفتم کاکا یک قد خیز کن فقط ترساندیم من نکت آلمستیم از کجا تو جورام نترسیم تو از صدای نمیترسیم ما پرسانی کرد برو خانه که وقت اینجا کار با خود شده این غیر انگور من باندام شدی انگور را بخوری شاخ نمون برو خانه برو باز خانه رفتی؟ رفتم خانه
دیگه قلق خانه یا نکنه یا نه من نه طرف خانه خودم همینجا دم داریزک دروازه نشم نبم اون پیشا کنم نمیشه وجود اون سر بودن و رفتم همینجا مستلم طالع کردم ولا خوف شدم که تو بکی آمد چه وقت آمدی؟ شب چه وقت آمد؟ چون دویه نمیکنم چه میکنم؟ دو وقت شب خودتا نگفتم من اینجا سرا کردم و دو که کالا را برد دخوانم بکتم دخوانم من غیر از خدا ولی اگر دیگه از چیزی بترسم که دیانه و رالباسی بگره جن بگره ما ترس ندارم در خانه خواه بودم صندلی ماندگی که آمد دو پتا خواه شد ندنی پتا آلمستی یا جند؟ آلمستی خواه اونجا خواه شد نهیده یا آلمستی چه قسم قواره داشت؟ یه کرده زن آوردید چی میخود چه زن هست با قرآن اگه خیال من سرش آورده باشه اونجا خواه که دو پتا من دی پتا و چهره زناوره که باشه خود ترسناک نیست دیگه زن هست خود ترسناک نیست از اون دیگه آدم چی بترسه خود زن که باشه نه خود چیز ترس خواهم سامران که مثل کاره مثل یک کافر از خورمستی شده نماز نمیکنه روزه نمیگره بلا گشته بیم قوارش ترسناک نیست قوارش نمیترس آدم نه دار چه قسم از قوارش؟ چهرهش چه قسم است؟ چه جدل زن است او زن یک تا ازبک زن بوده چی بودین؟ در پلخمری در بغلان در پلخمری در بغلان کل بسیاری ها در خیمه زده بود ما هم در خانه بود در خانه رو گشتم نه شو میامد این یک سنگ کدام آنست اینجا خیمه سلام سنگ میشش کنه اون نگه کسی رو نمید من را گفتم بگینه تو خونه میترسی ایرا بگی من گفتم آلی تو پایی دارم تو بایی من گشته میدم خب بگیرم خب میگوی یک 20 نفر یک جا شوید شما را حلقه کنید بگیرید مرا برو سرش ایگه شما گرید عرض کن گرید بگیریش فرستان یه وقت دست من اون خدا من نمیخورم و یا نمشب اینجا کسی نکرد و او در بند برق بود اسکرها گرفتن اسکرها گرفتنش باز بگ خب یک سه کلچه صابون دادنش تو بکشید برو بشوی جان سر جان تا بگم خدا مسلمان دیگه و ما نکنه پیش نماز نخونه 40 روز که نماز نخونه کلمه نخونه جان شب سر شش نشوید اون بستی میشه زن است ناخونایش البته نمیگیرم ناخونایش نمیگیرم پلنگ بودیم یک شب رفتیم در راهش 3 نفر رفتیم پس بادام بکر کنیم چه چیزا رفتیم در یک باغ که آمد بگذاره اسباری رفت کدم دو تا خبری ما تنها بودیم می آمد اونجا زیر بادام من تو دستان سرزمین سیل دیدم که چشمهاش آتش کاری چپک میکنن تو چشمه چپک میکنن سر کنن دیگه ای اونجا استادم من اینجا من را میبینم اونجا یک دفعه گفتم بوده بدیشم و گفتم بله میگن یک ناخوناشم چند پردش روی داکتا میکنی درگو میشکشه چی میکنی را اینجا دیگه یک خدمت نکردم رفتم کی آمد سر این خدمت بگم تاشن زیر سنگ پرتاب هیچ بیای بریم از این بالا دادگر خب گمی دست 2 باغ 3 باغ دگر رفتیم در پشت نه پس آمدن یا گفت برای من گفتم من که تا نبرم بادام دیگر ولی اگه خود خالی رفتیم در این نوک خانه بادام هست که اونجا چند مونده شاپاش فکاری تکیده همینجا رفتیم دیگه یک زمین است گندم زمین گندم یک بادام است کلام
گفتم نگست آن دین شریفه پای پشتم من گفتم ولی ایام اگر برای سر بادم زیر بادم من میگرم نیت به بانک بیاره یا بسته کدم میبرمش یا مرا میکشم نمیمونم تو میکنم خود دیدم من لرم نزدیک شده رفت دو پا یسی آمدن گفت فلانی هم گفت با خدا کرم که در دنیا گفت که چقدر مردم ها دوزم رفتیم اگر دل تو را شیر داشته باشه یا را کنیم در این سند خان ایت ترسد غیرت خود رفتیم در این باق خدا زدیم همی دوش کردیم کلومی میریزم فکر همی یک یابرک آوردیم اما آلمستی نترسی آمد پیشت گفت نه کی گفت؟ کدام؟ نه آلمستی گفت دل شیر داری کی گفته نه ده؟ همی یکی اندیوانم خواه گفت در چیزی که جوان است گفت من دیدم با قرآن اگر دل تو را داشته بود تو در این سند خام هیچ ترسر نداری مردم باری چی میگم بادام ها را برده دیگه باز ولی خب بادام های مردم بود دیگه رو چرا میگه؟ مردم خب دوزی میشد دیگه نیم سر برده بود خوش شد بادام های مردم را برده خود دوزی میشه بابا دیگه در ران بچگی بود خواه دیگه دفعه اموجا رفتیم چی را گرفتم کرچه جوارداریشون این را گرفته دیگه در پیشین پشتک برام سنگلور کرد سنگلور کن خدا به من نشان بده با خدا که تو فرقی کوی سازن برای یک اخبار نامید در خدا نشان بده از امو با آدم نمیامده نمونده از امو جا آوردم ولی اگر دیگه نزدیکم را بچهش از این جوار پیش نبود یک چاقوی بنامده با خدا نگر دایتو در نوایید خدا نشان بده این پشک هم چوری میزنه اینجا بسی آیا میشه میگرده این پیشک هم جند است بابا همه چان کشی خب بسیاری پشک ها جنده بسیاری آدم ها جنده زن آدم ها زن ها جنده زن ها جند است خدا آدم جور میکنه مگم زن مرد خود جور نمیکنه نه زن ها یکی را گرفت بچه بشیر را جنده گرفت سرشان شاشه پرانده بود نخوانی غلطی دارم من بغل را سر دیوار پرانده این پیشک هم آمده قصه خودت گوش کرده رئیس شاشه پرانده بود این پیشک هم قصه خودت گوش داره فکرت باشه که جاسی نکنه اینا گرفتن یار سرگپ آورد با آمد که ما ششتیم با پدرم توی صفحه عید ضعیف هست بودن فرق شاشه پرانده ما خدا تو کنیم بس فرق مادرم گفت رفت بازار خیر طلبی مردن خود جندا چو بلا جندا پشن گفت رفت خیر طلبی ما خدا کجی نمیدن فرق یادی کردم منم برس پیش از فرق شب شدم تا شب شدم نه جو خیر بشم باید شدم گم دیگه علاج کردم حالا یک تای دیگه در دیگه جای بریم در بغلان که اونجا اونجا افتم در بغلان بریم یک طلب یک کجا به شکای مکینه کجا گرفتم من بیشتر سفره ضعیف هستم در جویک کشتیم یا از این جویک اوشو خیلی کرد این پیشبانیش این میگیم پیشبانیش نصف کلیم فرق بگیرم وزیر وزیر کورم نزدم وزیر کتا وزیر نمیخوریم وزیر میگیریم وزیر خدا کردم سرگرد اومد خب مشکل تیش دیگر نمیگم اینه که سبب تصمیم کی اومد یک تا زن اومد مرچه کود زنه پیشم بود زنی آمد و چی پیشم نکشید دیگه دو سر تو در این ماه رمضان تو گرزن میگیرن مسلمان ها تو آمدی یا گرفتی ایران میدی ایران هم کت من برو من خیلی بداد خدا مدن نبرد تا سو از آن سو بداد آمدن دیگه آشته زدن دعوا شد قصد میگن
چی دارن ده جوایی زد سلیون پیغمبر دارن رفتن و دیگه نه قالی مرغا و پیشک هم آمده قصای خود تا گوش داره ببین یه هر سهش اینجا آمده نه پیشک کسی که دستایش ده پیشک کسی که پیشک هم دو بودن و گردیم دیگه رفتن که بخورن یک پیشک مرغ رفت دیگه دنیا طلبیدیم به مقصد نرسیدیم آیا چه شود آخرت اینا طلبیدیم آدم در دنیا به مقصد نرسید هیچ مقصد نرسید رفت گل شد بخششی را گفتم تو کو امور یک بخوان ایزاق در این باغ تو تنها چی میکنی بخوان ایزاق در این باغ تو چی میکنی گل رفت لاله رفت در این تنهایی چی تماشا چی میکنی تماشا چی میکنی نه نشد یک شیر از دیگه این ایسی که بخورم میره بگو با ایزاق در این باغ تو تنها ایزاق در این باغ تنها تو چی میکنی گل رفت لاله رفت چیه تماشا میکنی ایزاق در این باغ تنها تو چی میکنی گل رفت لاله رفت تماشا چی میکنی تماشا چی میکنی خند بخور پس کار چه مانا یک شیر است کدام نفر گفته شیرازی سعی گفته کی دیگه بریم دمش بگه بخیز که هفته و رفت هفته و رفت و قصه چی میکنی بخیز هفته و رفت در کجا پایتو میکنی خدا هان این بچه یک جغره نمیپرتوتی کلی چی میکنی کش تو شب اونجا او کنه بخشت نوردی چقدر از این موضوع میکنی این جغره پرتوتی اینجا سیاه میکنی چقدر کدیه این تو داره کدی تو همراه ماشین اره برقی داریم بابا خب باید کنیم که سال بسوزانه چی میکنی؟ میکنیم همون تو یا بسم الله یا خدا یا خدا میتونی آمده دسته بگیرم نه اینجا تیر شو اینجا نمیتونی بسرد این لخته چوب بی چوب برو اینجا رخوان تو راست کردم با گنجش که بودن بس خراب کرد یا بسم الله اینجا بود چقدر کار نیده دسته بگیرم بابا نه میتونی خودت باش نه نه نه